معرفی کن. مرحله دوم. 14 تا 15 ساله. اسکیل. خب هالتر 15 صفحه 2.5 5 اینم 5 اینم 5. خب این هالتر این صفحه رو برداریم باید رو هالتر نباشه. اینم هالتر هم 15 کیلو صفحه 2.5 5 چرا صفحه کوچیکه؟ 5. خب ساده تو صحنه باشه. آماده ای؟ گوش کن منو قشنگ میبری بالا استاد میشی یه لحظه مکس میبری بالا گفتم پایین آروم بذار زمین آروم بذار باشه. خب 3 2 1 2 برو تو دستت بلند شو بشین بلند شو آروم بذار زمین. گوش کن صدای منو بشنو. 2.5 انداز. تو وایستا سارا گیره بزن. گوش کن من باید حرف بزنم باشه. آفرین گچ بزن دستت. عجله نکن همون گفتم بزن باشه. 10 ثانیه دیگه. 2 1 2 بگی دستت. بشین بیا بالا. خب بذار زمین. ماشاءالله استراحت کن. فشار کف پا تو فشار بده. اوکی 20 ثانیه فعلا داری. بعد حالت محکم تو مشتت نگه دار. مرسی. پاشو 5 3 2 1 2 تو مشتت بچسبون به پاد. عجله نکن نفس حبس کن. بشین بیا بالا بذار زمین. 2.5 آره بذار روش. گچ بزن. عجله نکن 10 ثانیه دیگه. تو مشتتا باشه همینطوری خوشگل. سعی کن قشنگ بشینی. 10 ثانیه. بیا 5 ثانیه وایسا. برو بگی تو مشتت بچسبون به پا. سر و سینه جلو. نفس حبس کن. بشین بیا بالا بذار زمین. آروم باری کرده. 5 سری. ده ثانیه. مشتت باشه نفس تو حبسش کن. بعد بکش بالا تا بیای بالا نفس حبس. 5 ثانیه. بیا 2 1 2 تو مشتت بچسبون به پاد. نفس حبس. سینه جلو. بشین بیا بالا نگرش دار. بیا پایین. 2 بناز روش. بیا بالا یه دانه بودو یکی دونه. 20 ثانیه مونده. گچ بزن. سارا محکمتر باید بکشیش. فهمیدی؟ پشت سر بزن. 10 ثانیه. پاشو 5 ثانیه. حالتو قشنگ بکش تو بدنت. 3 1 2 تو مشتت بچسبون به خودت. نفس تو حبسش کن. تو مشتت باشه. سینه جلو. بشین بیا بالا نگه دار. بنداز. آفرین خوبه. 5 بنداز. سریع محکمتر بکش. پشت سر بیاد جلو. دست بالا کشیده تو مشتت.
اوکی؟ فشار کف پا 5 ثانیه محکم بگی تو مشتتا 3 2 1 نفس رو حبسش کن بچسبون به بدنت سر سینه جلو بچسبون سینه جلو بشین زیرش بشین بیا بالا آفرین نگهش شاد بنداز آفرین بذار زمین سری باریکلا آفرین سارا باریکلا میگم سارا خیلی خوبه پاتو جهش بده فشار کف پاتو جهش دادی فشار بده کف پاتو محکم برسن بالا دستم بالا محکم بگیر گشت بزن 3 2 1 2 بیا تو مشت نفس حبس کن نیایش بچسبون به بدن تا سر سینه جلو دهی کمر صفر کنا بشین زیرش ای دختر یه بار دیگه عجله نکن سارا سر سینه جلو باشه نگاه روبرو نفس رو حبسش کن محکم بشین تمام اشکال نداره چند زدی سارا 45 کیلو باریکلا بهت خیلی خوبه بریم نشون بدیم بذار زمین حال شو چند زدی سارا 45 خب این دونیمو که نزد آلترش که 19 یه صفحه 5 دو تا صفحه 5 اینم سوم میشه خب این که دونیمو نزد خب بریم یه صفحه 5 دومی صفحه اینم سومی صفحه مرسی خسته